نام من عبدالمطلب است جان، همین نام من عوض کنم یا اینکه استاد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله نام عبدالمطلب، بعض علما گفتند الا عبدالمطلب، یعنی هر نامی که بغیر الله عبد کننده می شود، بنده غیر الله به نسبت داده می شود، و نام ها حرام است، غیر عبدالمطلب گفتند. و بعض علما عبدالمطلب هم نادرست گفتند. اونهایی که درست گفتند این که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه که در صحیح بخاری هست، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب گفتند، من پیغمبری راستگو، نه پیغمبری دروغین بلکه پیغمبری راستگو، انا ابن عبد المطلب، من پسر عبد المطلب گفتند. اگر گفتند نام عبد المطلب اجازت نمیشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم اون را تلفظ نمیکردند. لیکن این استنباط نه آنقدر صحیح هست، برای آنکه وی باباشان گذشتگی هست. آدمی که از دنیا گذشت نام او را دیگر کس تغییر نمیدهد. مثلا بودن آدمای نامشان عبدالشمس بود، بنده آفتاب، ما حاضر در کتابا نامشان نمیخوانیم، تغییر نمیدیم. اون نام دیگر کس است، ما صاحب اون نام نیستیم. و نامش غلط هست، گفتم ما نامش اصلاح نمیکنیم، بلکه با همون نام غلطش تلفظ میکنیم. فقط میگیم که این نام، چون این نامگذاری نادرست است. و نام بابایشان هست و او از دنیا گذشتگی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نام او رو تغییر نداد. نام او رو چقدر تغییر میدهند؟ نام مثلا کسی اگر زنده باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نامت رو به فلان نام تغییر ده. اگر او قبول کرد تغییر میداد صاحب نام، اگر قبول نمیکرد تغییر نمیداد. سید ابن مسیب رحمت الله علیه، بعضی مسیب میخوانند و خود سید ابن مسیب راضی نبودند از آنکه ایشان را مسیب گفته شود. اینا نسب اینها حزن است، یعنی لقبشان غمگینی نسبشان. وقتی که پدرش یا بابایش رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که نامت رو تغییر ده، حزن بود، غمگینی. میگه که نه، نامی که پدرم اون نام رو گذاشته است من اون نام تغییر نمیتیم. بعد سعید ابن مسیب تن که لا یزال الحزن فینا، غمگینی همیشه در عائله ما هست. یعنی تغییر نداد. بعض آدم ها بودن که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و این اکثری آدم ها هست نامش رو تغییر میدادن، در حال قبول میکرد و تغییر میداد. یعنی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از آدم علمدار فقط راهنمایی، نصیحت است. تغییر میدهد نمیدهد او کار خود صاحب نام است. شما صاحب نام هستید، یعنی شما مثل چی نیستید؟ مثل بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستید. بنابراین اونایی که گفتن که غیر عبدالمطلب گفتن، یعنی همه نام هایی که به غیر الله تعالی نسبت داده میشه نادرست است. غیر عبدالمطلب، حاشا عبدالمطلب گفتن، یعنی غیر عبدالمطلب. این یک قول طایفه از علما که عبدالمطلب جایز است گفتن، و طایفه از علما نه گفتن جایز نیست، چون که این بنده مطلب نیست، این بنده الله هست و نام الله تعالی مطلب یا مطلب نام ندارد الله تعالی. بنابراین یا مطلب بشه خودش مونید، مطلب هیچ گپی ندارد. اون اصلا یکی از باباهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، باباشون عبدالمطلب این لقبشون بود، چون که پیامبر صلی الله محمد ابن عبدالله ابن هاشم ابن عبدمناف ابن هاشم، عبدالمطلب این لقبش است، بنده مطلب گفته میشد. مطلب یک آدم بود، وقتی که بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی او راه میگشت به آدم ها فکر میکردن که این بنده این است، این غلام این است گفته، ثانی عبدالمطلب میگفتن. اصلا اون نامش هم نیست، لیکن با همین لقب مشهور شدگی است. بنابراین اگر توانید تغییر دهید یا هیچ نباشد، فقط چی کنید؟ مطالبش استاد.